5 استایل ضروری که هر مردی باید تو تابستون بلد باشه. استایل اول کلاسیک، استایلی که همیشه بود و خواهد ماند. یه شلوار پارچه‌ای پیله‌دار، یه پیراهن آستین بلند جی اس او، یه لوفر زارا با اکسسوری لول هر استایلی رو میتونیم بالا ببریم. یه ساعت از برند پتک، ترندترین عینک بازار یعنی کروم هارت. این استایل مخصوص قرارهای مهمه. استایل دوم استایل کژوال، استایلی که واسه روزمره است و تمرکزش روی آرامش و راحتیه. یه پیراهن پولو، یه شلوار جین بگی فیت آبی، یه تیمبرلند سفید با اکسسوری مثل کلاه. این استایل کامل میشه. این استایل برای دانشگاه و دوره همیای دوستانه خیلی مناسبه. استایل سوم استایل مینیمال. شعار این استایل اینه که زیبایی در سادگی است. یه پیراهن آستین بلند، یه شلوار پارچه‌ای، یه ونسی که اسمشو نمیتونم بگم. تو این استایل‌های پرزرق و برق دیت اول من این استایل مینیمال رو بهت پیشنهاد می‌کنم. استایل چهارم استریت استایل یا همون استایل خیابونی، استایلی که همیشه ترنده و الهام گرفته شده از رپرهای آمریکاییه. یه جاگر فول بک، یه تیشرت باکسی و یه اسنیکر جردن، استایلی که اسمش روشه واسه خیابون. من اینجا بهت استایل‌های واقعی رو نشون میدم. تمام آیتمایی که تو این ویدیو دیدین موجوده و میتونی از فروشگاه خودمون تهیه کنی.